اگه واسه عصرای پاییز و دور همیاتون دنبال رسیپی یک کیک خوش طعم و عطر و خوش بافت هستید، پیشنهاد من به شما کیک نسکافه هستش که امروز قراره با هم دیگه درستش بکنیم و این سس جذاب و خوشمزه رو هم قراره بهتون آموزش بدم. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. اول از همه کف و دیواره های قالبتون رو با روغن جدا کننده که طریقه درست کردنش رو تو هایلایت نکات کیک عطرونه به صورت کامل آموزش دادم چرب بکنید و بذاریدش توی یخچال. بعد هم خامه صبحانه، شیر و نسکافه گلد رو با هم دیگه مخلوط بکنید، بذارید روی حرارت کتری تا با هم دیگه ترکیب بشن و یک دست بشن. تخم مرغ ها رو به همراه شکر و وانیل حدوداً 5-6 دقیقه با دور تند همزن بزنید تا کاملا باید این ترکیب کرمی و کشدار بشن. بستگی به قدرت همزنتون داره میزان زدن تخم مرغ‌ها چقدر طول بکشه. فقط حواستون باشه که این شکلی باید رنگشون کرم رنگ بشه، حجمشون 2-3 برابر بشه و کشدار بشن. تو این مرحله نوبت اضافه کردن ترکیب شیر و خامه و نسکافه هستش. همونجور که می‌بینید همزن روشنه و من به ترتیب حالا ترکیب شیر نسکافه رو با روغن دارم اضافه میکنم به موادم و در نهایت هم که همزن برقی رو میذاریم کنار و ترکیب آرد و بیکینگ پودر رو که از قبل 3 بار الکشون کردیم طی 2-3 مرحله به مواد کیکمون اضافه میکنیم و با کمک همزن دستی خیلی آروم و با حوصله موادمون رو هم میزنیم. حواستون باشه بچه‌ها قبل از اینکه کارتون رو شروع بکنید شما باید فرتون رو روشن بکنید تا کاملا گرم بشه و اینکه موادتون رو هم خیلی خیلی آروم هم بزنید. در نهایت غلظت مواد هم در این حده. موادمون رو می‌ریزیم توی قالب کاملا و 2-3 بار روی سطح کار میکوبیمش تا حباباش خارج بشه و میره توی فر تا کاملا کیکمون بپزه. حدوداً 45 دقیقه زمان میبره تا کیک بپزه و خیلی خیلی راحت همونجور که میبینید از قالب جدا میشه با اون روغن جدا کننده. من برای تزیینش از ترکیب خامه صبحانه، شکلات و نسکافه استفاده کردم که توی کپشن طریقه درست کردنش رو به صورت کامل براتون مینویسم.